آرسن میناسیان معروف به موسیو آرسن یا مسیح گیلان متولد 1285 در رشت، وفات 14 فروردین 1356. وی از ارمنی‌های گیلان و نیکوکاران به نام ایرانی ارمنی تبار بود. در چند سال اخیر به همت گروهی از جوانان رشتی همه ساله روز 14 فروردین مراسم یادبودی بر مزار موسیو آرسن واقع در مدرسه ارامنه رشت برگزار می شود و جمع انبوهی از مردم شهر با نثار گل یاد و خاطره این مرد بزرگ رو گرامی می دارند. ما در محوطه کلیسای ارامنه که آرامگاه زنده یاد آرسن میناسیان هم اینجا هست و امروز مراسم یادبودی برایشون برگزار میشه. در واقع بعد از ساخت مستند موسیو آرسن خیلی‌ها دوباره یاد خاطرش رو زنده کردن، سردیسش زده شد، چندین و چند بار فیلم به نمایش در اومد، بزرگداشت گرفتن چه تو رشت چه تو تهران و دوباره نظرها برگشت دیگه و خدا رو شکر بازدید از آسایشگاه بیشتر شد و خیلی‌ها هنوز به عشق آرسن به آسایشگاه میرن و حتی به آسایشگاه کمک مالی میکنن. فرد شریفی بود، فوق‌العاده. من اون موقع جوان بودم، برنامه‌اش میشنیدم، خیلی انسان خوبی بود، والایی بود. واقعا من الان حال نداشتم بیام ولی گفتم میام، اینقدر که دوست داشتم بیام اومدم. انشالله که همیشه خدا این بیامرزه، به روحش شاد کنه. 4-5 ساله بودم، مغازه پدرم 100 متر پایین‌تر از داروخانه کارون رشت بود. لباسای پاره غروب شده بودم. در گذشته‌های دور، من 83 سالمه، این حرف مربوط به 78 سال پیشه. قرصی میخواستم، اومدم داروخانه کارون، قرص گرفتم که پول بدم، هر کاری کردم از من پول نگرفت. هرچی بهش گفتم آخه من دارو از شما گرفتم، گفت نه برو، اون پولم مال تو، برو مثلا واسه خودت یه چیزی بخر. من موندم که این دیگه عجیب مردیه. این در سن 5-6 سالگی بود. حاج آقایی بود به نام حاج آقا زین العابدین نقشی. این بنده خدا برای من تعریف میکرد یه روز برفی بود در سال 1342. ایشون اومده بود پیش این حاج آقا، بهش گفته آقا چرا اینجا انقدر نشستی با پول بازی میکنی؟ چیزی که خودشون به من گفتن. بعد گفتن که آقا تو چی کار داری، به من بگو هر کاری هست من انجام بدم. میگه دست من گره برد یکی از محله‌های قدیمی رشت طرف رودبارتان. یه خونه برف خراب کرده بود، یه پیرزنی داخل یه اتاقی نشسته بود، از سقف خونه چکه میکرد، بعد تو کف اتاقش با مشت آبا رو جمع میکرد میریخت تو یه ظرفی میریخت بیرون. بعد ایشون اعلام کرده بود که من پول میدم تو بایستا بالا سر این خونه رو درست کن، من غروب میام ازت تحویل میگیرم خونه رو. میگه که اون روز من وایسادم، رفتم چوب و حلب و نمیدونم وسایل اینا رو گرفتم آوردم دادم، همه رو درست کردن تا غروب. ایشون اومد خونه رو از من تحویل گرفت و داشتیم میرفتیم، یهو دیدیم که ایشون گفت که شما برو من کار دارم. هرچی بهش گفتم آقا کجا میری؟ گفت نه من کار دارم. گفت منم میام باید. واسه رفتیم باش تو یه خونه قدیمی درندشته به قول معروف خیلی فرسوده. اونجا هم دیدیم 2 تا بیمار نشسته و اینا، این رفت اونا رو برای تزریقات آمپولاشون انجام بده. بی چشم داشت و از روی صمیمیت و صداقت و انسان دوستی کارهای خوبی کردن و این به نظر من راز ماندگاری نامشونه. یکی از مهمترینش کمک به حیوانات بود. یکی از مهمترینش این بود که با اون که نداشت میبخشید. یعنی الان امروز من 1-2 تا از همدوره‌های آرسن رو دیدم، کسایی که یک خانم پرستاری بود که ایشون رو شب وفات شسته بود و یک خاطراتی تعریف میکرد، یا کسی که میگفت مثلا خونش یه فرش نبود. یعنی در عین نداری بخشنده بود و نه حالا فقط بخشندگی، بحث داروسازیش تو اون بیماری تیفوسی که وارد رشت شده بود. خیلی از دکترای چه شهر رشت چه تهران داروهاشون رو از آرسن تهیه میکردن. یه روزی تو داروخانه دکتر جهانبخش بودیم تو خیابان 20.
اون زمان به علت طول مسافتشون از خود بیمارستان معلولین تا داروخانه کارون یه ذره زیاد بود. یک سری داروها رو از داروخانه جهانبخش تو خیابون 20 میگرفتن. یه روزی که اومده بود اونجا برای گرفتن دارو اینا، یه پیرزن خیلی با قول معروف ضعیف با عصا تو داروخانه بود. برگشت بهشون گفت که شما موسیو هستی؟ گفت آره. گفت خود موسیویی؟ گفت آره. گفت که در سال فلان تو به من دارو دادی پول نگرفتی. ایشون گفت نمیخواد، حلاله برو. گفت که نه من حتما باید بدم. آقا خلاصه به زور این پیرزنه نمیدونم 6 تومن بود 4 تومن بود بهشون داد. این پول گرفت طرف ما، به ما گفت آقا این پول مال منه ها، چون در اون زمان داروخانه رو با آقای ابریشمچی خدمت شما ایشون شریک شده بودن. گفت آقا این پول مربوط به منه، مال آقای ابریشمچی نیست. من اولین بار خودم آرسن رو با خوندن کتاب عظمت انسانی زیستن نوشته آقای رئیس زاده شناختم و اینکه بعد از این همه سال، یعنی 40 خورده سال، هنوز هم مردم به یاد آرسن هستن، هنوز داروخانه کارون برقراره و مردم از اون به خوبی یاد میکنن، خیلی جای شکر داره و اینجوریه که یه آدم نیکوکار ماندگار میشه تو تاریخ و میمونه و مردم بعد از این همه سال میان سر خاکش و گل میذارن. به نظرم آرسن میتونه یه الگویی برای انسانی زیستن آدم ها باشه. وقتی کسی تو دل مردم جا بشه به خاطر کارهای نیکش، دیگه از این علت بیشتر که نمیتونه باشه. قریب 8 میلیارد جمعیت هست اونطوری که آمارها میگه. من احساس میکنم بیشتر از 100 میلیون ما انسان نداریم، بقیه همه آدمن. آدم با انسان فرقش از قعر دریاست تا سطح مریخ. یکی از اون آدم ها در میان اینا، نمیگم در سطح یا در ذیل انسان ها، یکی آرتمیناسیان بود. اونقدر این مرد بزرگوار بود که همه چیز زندگی شد در راه خلق مردم رشت، جمعیت رشت و روستای رشت صرف کرد.